و حضرت عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان در مسند امام احمد با سند صحیح آمده است که گفتند که یا رسول الله عبدالله ابن جدعان، عبدالله ابن جدعان یا مردی بود که در زمان جاهلیت به بیچارگان، به بیمارها، به کمبغلها، به یتیمها، به بیوهها یاری میکرد و مهمانداری میکرد، مهمانها را ضیافت میداد، اسیرها را آزاد میکرد. فاثنیت علیه، ثنا گفتم به عبدالله ابن جدعان میگویند. من مقصد تعریف کردم، صفاتهای داشته او را ذکر کردم. هل ینفع ذلك یا رسول الله، آیا این صفاتهایش، این عملهای خیرش فایده میکند یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا، لانه لم یقل یوما من الایام اللهم اغفر لي خطیئتی یوم الدین او کما قال صلی الله علیه و سلم. چون که او یگان مراتبه نگفته است که پروردگارا گناههای مرا روز قیامت ببخش، نگفته است. مقصد عبدالله ابن جدعان کافر بود، برای همین عملهای صالحش فایده نداد.